ادا اجه. اولین عشق ادا خواننده راکی به نام فرمان آکگول بود که در سال 2013 با اون توی رابطه بود. برن سات. اولین عشق برن برمیگرده به قبل از به شهرت رسیدنش. اون شخصی به اسم اف گورای بود که متاسفانه در سن 19 سالگی در یه سانحه رانندگی فوت کرد. بوراک اوزچیویت. اولین عشق بوراک با بازیگری به نام زینب دورت کاردشلر بود که از سال 2005 شروع شد و 5 سال هم ادامه داشت. دیلان چیچک دنیز. اولین عشق دیلان مربوط میشه به زمانی که اون 19 ساله بود و در اون زمان با شخصی به نام سروان توران رابطه عاشقانه داشت. بورجو اوزبرگ. بورجو اولین رابطه عاشقانه خودش رو در سال 2017 با آلپرن دویماس تجربه کرد که 1 سال بیشتر دوام نداشت. نسلیهان آتاگول. نسلیهان اولین بار طعم عشق رو در سال 2012 با علی برکین چشید، اما عشق اونا در همون سال هم تموم شد. ابراهیم چلیکل. عشق اول ابراهیم از سال 2010 تا 2011 با خواننده‌ای به نام توبا اکینجی بود. توبا بویگوستون. این بازیگر از سال 2005 تا 2007 با بولند اینال اولین عشق خودش رو تجربه کرد. دمت اوزدمیر. دمت اولین بار در سال 2015 عاشق همبازیش یوسف چیم در سریال بوی توت فرنگی شد، اما عشق اونا دوام چندانی نداشت. برگزار کورال. اولین رابطه عاشقانه برگزار از سال 2007 تا 2008 در کنار رقصنده باله‌ای به نام تان ساتورک اتفاق افتاده. هانده سورال. هانده برای اولین بار در سال 2009 عشق رو در کنار اوکان یالابیک تجربه کرد. هالیت ارگنج. این بازیگر اولین عشق خودش رو در سال 2004 با بازی در سریال عالیه پیدا کرد. اون امل چلگه چند نام داشت که در این سریال نقش خواهر هالیت رو بازی می کرد. نسرین جوادزاده. اولین رابطه عاشقانه نسرین یه رابطه پنهونی در سال 2018 با شخصی به اسم علیهان بی بود. کنان امیرزالیولو. همبازی شدن کنان و زینب توکوش در سال 1999 در سریال دل دیوانه همانا و رقم خوردن اولین عشق کنان در کنار اون همان. ایرم حلواجیولو. عشق اول ایرم تا مدت‌ها برای طرفداراش ناشناس بود، اما بالاخره مشخص شده اون اسر آلپ نام داره. این عشق در سال 2021 هم به پایان رسید. اونور تونا. اونور از سال 2012 تا 2013 اولین رابطه عاشقانه خودش رو در کنار یاسمین آلن تجربه کرد. این زوج در سریال زندگی ادامه داره با هم همبازی بودن. هازال کایا. اولین رابطه عاشقانه هازال در سال 2009 با بازیگر ترک آلپر سالدران بود که 1 سال بیشتر طول نکشید. انگین آکیورک. اولین عشق انگین گولفریساری گل بود. اونا در سال 2010 برای مدت کوتاهی با هم بودن. هیلال آلتین بیلک. اولین عشق هیلال یه رابطه کوتاه تابستونی بود که اونو در سال 2014 با مرت یازیجیولو تجربه کرد.
داملا سونمز. داملا در سال 2011 با بازیگری به نام ابراهیم کندیرجی اولین رابطه عاشقانه خودش رو که عمر کوتاهی هم داشت تجربه کرد. آلپ ناوروز. اولین تجربه عشقی آلپ با برقراری رابطه کوتاهی در سال 2017 در کنار باشاک پارلاک رقم خورد. هانده ارچل. اولین رابطه عاشقانه هانده یه رابطه خیلی کوتاه بود که در سال 2015 بین اون و بوراک سردار شکل گرفت. اویکو کارایل. عشق اول اویکو بازیگری به نام بارتو کوچوکچالیان بود که رابطه اونا از سال 2010 تا 2013 ادامه داشت. آراس بولوت ایناملی. عشق اول آراس یه عشق کوتاه مدت بود که در سال 2012 در کنار الوین لوینلر تجربه کرد. جانسو دره. اولین رابطه عاشقانه جانسو برمیگرده به سالهای 2000 تا 2002 که با اوکان بایولگن داشت. چالار ارتورول. چالار برای اولین بار عشق رو در سال 2015 در رابطه کوتاهی با شخصی به اسم جانسو اونگل تجربه کرد. این دو در برنامه بوتارز بنیم رقیب هم بودن. اسرا بیلگیچ. اولین عشق اسرا در سال 2014 بین اون و بازیکن فوتبالی به نام گوکان توره شکل گرفت که به یه ازدواج ناموفق ختم شد. سرکای توتونجو. اولین عشق سرکای در سال 2016 با طراح مدی به نام جانسو کانیشکان بود، اما سرکای با معروف شدنش اونو از زندگیش پاک کرد و ازش جدا شد. جمره بایسال. گفته میشه عشق اول جمره بازیگری به نام ولکان کسکین بود که جمره تابستون گذشته از اون جدا شد و راهی عشق جدیدی شد. گوکان آلکان. اولین عشق گوکان یه عشق نافرجام و کوتاه بود که در سال 2014 با بازی در سریال خانواده شوهرم بین اون و سرایکایا اتفاق افتاد. چاغاتای اولوسوی. چاغاتای اولین عشقش رو در کنار یکی از عوامل سریال فریها در سال 2011 به نام جیدا گوننج تجربه کرد. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. نظراتتون رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و عضویت در کانال لنز رو هم فراموش نکنین.